20 سال پیش در اینستیتوت ورزشی جمهوری تاجیکستان بهترین ورزشگران جمع شده بودند و بهترین ورزشگر مولوده به حساب می رفت و چمپیون آسیا بود. لکلک هم در همونجا بود، لیکن او موسوشک بود. لکلک کدام حجتخانه جزیر کده رو توزه کن؟ مایلا او میخواست گوشتینگیر شود. значит وقتی گوشتینگیری آمد. ولی او میترسید که او خرابی بد است. لکلک موسرای بر. ورزشکاران خیلی زور بودند، اما لکلک از آنها هم زورتر بود. واو لکلک داتا گاب نیست. ما این اینستیتوت در داخل نمیشه؟ اما داتا دیونه این معلومه ازنم قپل میگیرن کی؟ نه ما چرا ناز میبینم اگر در هر می پارتا میشینیم. بعد از این گپی مولده لکلک به مولده عاشق شد و او بعد از کار هر روز به ورزش مشغول میشد. و روزی داخل شوی آمد. امتحان خیلی آسان بود. کدام تا بیرق رود اگر او امتحان را میگذشت. همین امتحان هست؟ امتحان آسانی پولکی بود. خدا زد. چی هیچ که گذاشته نمیتونه؟ بیست این 19 ما مونده. سلام لکلک او پویا یا چو؟ چی الان تو کده پای باریک نداره؟ مایلا لکلک خیلی جوارو را توزه کی وقت نیست. من ببخش. خفه نشه تا عروسی منی کو. لکلک تست که مسرگی به شوخی هم اگلای راستی گب ما از خیره نمیشتنی نگاه نیم. هی اخماق نجوم پدن لالات برگرد. اما لکلک بر نگشت. در همین وقت لکلک یکی از پیریان‌های کنفو را از خود کرد. این پیریان باوری بود. او در نوک‌های پای‌هایش، در نولش و حتی در توقیش باوری را حس کرد. بعد از همین کار لکلک به اینستیتوت ورزشی جمهوری تاجیکستان تحصیل خودش را سر کرد و او اینستیتوت را با دیپلم سرخ تمام کرد. او یک تنگه پول هم به معلمان نسپارید. پانالتوش کم لگمنگ تسه من رام یاد پرزن با حجمه بیام. اشکم دم بستک تا ما دم اسکریتو را نگفتی. چی؟ سغیرا ما دشما هم اسکریتو گفتم کو؟ رود قرود چی دروغ مگی؟ چی؟ نگفتم؟ یک دو سه. اون نگفته بودم؟ خیلی گوش کنه یک.